چند تا فرزند دارین مادر؟ 9 تا فرزند دارم. پسر، دختر؟ 8 تا پسر، یه دختر. 8 تا پسر، یه دختر. همه بچه‌ها تقریبا اهل قرآنن، درسته؟ 8 تا حافظ کل قرآن هست. ماشاءالله. 8 تا پسر حافظ کل قرآن. الله ماشاءالله. دعوت کنم بچه‌ها بیان؟ نعم. همشون. اگه تشویق نکنی که من دعوت نمی‌کنم. مادر یک به یک اسم ببرین تا بیان. آقا امین، آقا مهدی، آقا محمد، آقا عقیل، آقا حسین، آقا حامد. ای جانم، ای جانم. تشویق. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دو تا کمه. 2 تا. حامدتون کیه؟ حامد کیه؟ حالا خوش آمدید. حسنین هم ندارن. آقا موافقین همین ابتدای کار بچه‌ها دست مادر رو ببوسن؟ ای جانم، زنده باشین. ای جانم. ماشاءالله. آفرین. بزن دست. اللهم احفظهم یا رب. اللهم احفظهم یا رب. نذارید که مادر دست شما رو ببوسه. آفرین. همین دو ستا مونده. ادامه بدید. قربونت برم مادر، زنده باشی انشالله. فالله خیر حافظا. فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. الله.